د افغانستان بانک 101 میلیون افغانی پولهای مندرس را که از یک سال به این سو از ولایت‌های جنوبی کشور جمع‌آوری کرده در حضور داشته هیئت وزارت مالیه به آتش کشید. این پولها که در 3200 بندل جمع‌آوری شده شامل نودهای کوچک و بزرگ میباشند. و نماینده به صلاحیت وزارت مالیه هستند و از وزارت عدلیه و تیم در افغانستان بانکی از مرکز تشریف آوردن. تقریبا 3200 بندلی پولای مندرس که جمع شده بود اونا را با عریق رساندیم که مجموعاً 121 میلیون تقریبا 121 میلیون مبلغش. با گفته مقامات حکومتی نظر به نرم‌های بین‌المللی پول‌های چاپ شده نباید از 3 سال بیشتر استفاده شوند. آنان از عدم توجه مردم بر نگهداشت پول‌ها شکایت کرده گفتند که همه باید برای جلوگیری از فرسوده شدن پول‌ها از بکسک‌های جیبی استفاده کنند.